گفتنیشان در مورد ساخت سرک پارک‌های صنعتی در ناحیه اول شهر مزار شریف چی می باشد؟ از دولت فعلی خیلی سپاسگزاری میکنیم که توجهش برای مردم غریب و برای بازسازی وطن زیادتر علاقمند است. هم شاروال سایگونی بیادر موشی شب و روز میدوام این سرکار هم تو گلمالا کش کده باری کش کده رئیس والا خوش آوالش به خدا. سانتی قدمش پیش بانه او را با پیشانی دوست دارم، مثل یک بلا تشبیه مثل یک زیارت احترام میکنم. پارک‌های صنعتی یکی از سرک‌های مهم تجاری محسوب می شود. تا 1 بجه 2 بجه شب رفت آمد موتر است بسته کلک از این قسمت پروژه خالد میره و میایه و زیادتر. زمستان میشد او بود دان بود چقر و چقوری بود. اینا که الحمدلله سایه که بیادر موشی سیر پام سوری بته من نه نمیگم بیشی بیادر میبرم چرا که سرک پخته است. وطن به سوی پیشرفت و آبادی. با نام خدا درود و سلام خدمت همه شما بینندگان شبکه افا. امیدوار هستم که خوب باشید. باز هم خوش آمدید به ویژه برنامه امروزی ما در سرک پارک های صنعتی در شهر مزار شریف. پارک های صنعتی یکی از سرک های مهم تجاری محسوب می شود که سرک این پارک ها به بهره برداری سپرده شده است. می رویم با کسانی که در این محل زندگی میکنه، کسانی که رانندگان است و یا ریکشاوانان صحبت میکنیم که چی سهولت هایی را برایشان ساخت و بازسازی این سرک ایجاد کرده است. با ما باشید، برنامه ما ادامه خواهد داشت. با یکی از همشهریان دیگر ما در شهر مزار شریف صحبت میکنیم که نظرشان در مورد ساخت و ساز در این اواخر که در شهر مزار شریف شده است چی می باشد؟ سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ قربان شما. تشکر، بخیر باشن. اگر یک بار خود را معرفی بکنید ببینندگان. جمیل نام باشنده شهر مزار شریف هستم. بله. فعلا در کدام موقعیت قرار دارید؟ ما در موقعیت کابل فلز میشینم. بله، خانه ما اونجاست. خانه تون اونجاست. فعلا در پارک‌های صنعتی، سرک پارک‌های صنعتی هستید؟ بله بله، بنا به یک اندیشه تفکری که خودم دارم. امی خوارزادم گفت که میریم تا سیلو پیاده. گفتم پیاده باشم میرم. این فکر نمیکرد که ما در این سن بلنده یا عمر کلان به اصطلاح از پیاده برم. مال تا اینجا پیاده آمدیم. با مجرد که در این سرک روبرو شدم، این سرک خامه‌اش هم بسیار گشتیم. در خامه از این سرک بسیار گشتیم و همون تازگی‌های دیره و همون بیروزی‌های دیره و اون پیروزی‌های از این سرک برای جو آدم همون تو تشریح میکردم که شما مرا پیدا کردین. بله، ما خامه از این سرک هم دیدیم، درد از این سرک هم دیدیم. ارمان از این مردمی که در کوچه میشینه از 50 سال بلد هستم. ولی این سرک برای جو یک نعمت است، یک رحمت است، یک سعادت است. از خداوند به اطلاع برای جو بالاترش هم میخوایم و کسایی که زحمت میکنن و کار میکنن و خدمت میکنن و نیت داره خداوند برای جو عمر بده و برای جو خداوند به اطلاع امو تو به اطلاع تفکر مردم دوستی و وطن دوستی را بیشتر بسازه. خوش شدم از بله. مردم قبلا یک سرک‌ها جور نبود، با چی مشکلات مواجه بود؟ هر جایی که جور نباشه مردم با مشکلات مواجه است. برای ما از پدر میراث است، برای معلوم است که چی معنا داره. و ما باز یک کسی هستم که از یک عمر بچگیم روزی که در مکتب میرفتم در پایین چپلی دخترانه بود. یک معلم از اونجا صدا کرد بیاین شاگردا رو مرش که ببرده و مکتب دیگه. و نظمو که کفتان بودم تا 21 سال دوم نمره هم نشدم. همون کفتانی بود پشت در مردم مکتب خواندم. حالا مثلا که کسی یک قدم بانه، 1 سانتی قدمش پیش بانه او را با پیشانی دوست دارم، مثل یک بلا تشبیه مثل یک زیارت احترام میکنم. هر کس که کار کرده خداوند عمرش دراز و زندگیش خوش داشته باشه. تشکر. اگر این سرک ها از اول همین قسم کارایش پیش میرفت، افغانستان حالا در کجا قرار می داشت از لحاظ بازسازی و آبادی؟ والا این سوالتان مرا بسیار پیچیده میسازه.
افغانستان پروگرامش از سال 1339 شروع است. اگر در اون پروگرامی که از سال 1339 نقشه شده و دیکور شده و دکور شده و دیزاین شده و پیش میرفت، حال افغانستان در بام دنیا تبدیل بود، مثل که یک ژاپنی برای افغانستانی طعنه داده که ما و شما یک برابر آزادی گرفتیم، حال ما دنیا رو نان میتیم و شما در نان محتاج هستین. همین گپ حال ما درکش دارم. تشکر. بسیار تشکر. خیر باشین. اگر خواهرزاده شما با ما گپ بزنه. سلام علیکم. سلام علیکم محترم. خوب هستین جان شما؟ تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. قیام الدین خرمی جسور هستم، در ناحیه 6 شهر مزار شریف زندگی میکنم و خواستم که همین یک پیاده‌گردی کنیم و در قبال همین پیاده‌گردی ما در مسیر پارک‌های صنعتی یک کسی از دوستا را کار داشتم، میخواستم که دیدن از برم و از دیدن سرک و از بازسازی از مسئولین مربوطه از خیلی سپاسگزاری میکنم و در قبال از دولت فعلی خیلی سپاسگزاری میکنیم که توجهش برای مردم غریب و برای بازسازی وطن زیادتر علاقمند هستند. ولی ما باعث افتخار ماست، هر جای بازسازی شود، هر گوشه و کنار افغانستان بازسازی شود باعث افتخار ماست. تشکری زیاف میکنم از مسئولینی که در قبال از گام برداشته و به حساب را تعقیب کرده تا بالاخره به برآورداری سپرده شده. تشکر از تلویزیون شما هم که ما هم صحبت شدین و خوشی‌های بیشتر می‌خوایم برای از مردم افغانستان که هر لحظه خوشی از خوشی ما مردم هست. جور سلامت باشین. تشکر از مردم. تشکر. بخیر باشین. با یکی از ریکشاوانان که در اینجا ببین ریکشایش استاد است صحبت میکنیم، ببینیم که گفتنیشان در مورد ساخت سرک پارک‌های صنعتی در ناحیه اول شهر مزار شریف چی می باشد. بریم ببینیم باشان صحبت بکنیم. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ بخیر باشی. میشه خود را معرفی بکنی؟ عبدالرشید هستم از ولایت قندوز. خیلی خوب عبدالرشید جان، از ولایت قندوز. در مزار چی میکنی؟ در مزار همینجا ریکشاوانی میکنیم. چه وقت میشه ریکشاوانی میکنی؟ یگان 7 سال میشه در مزار ریکشاوانی میکنیم. 7 سال میشه. خیلی خوب. چطور وضعیت‌های کار؟ والله الحمدلله. الحمدلله از خدای خودم خوش هستیم. الحمدلله کار بارم خوب است. الحمدلله. خدای شکر. زیادتر جوانا میگه کار نیست. نظر شما چی است؟ او جوانا که از کار نمیکنه، بیادر خواه همت نمیکنه. او بیادر صبحی نماز بخوان، در لای خود راست باش، برای همین کمش هیچ کار نکنی، خود همین 800 کار میکنی، خرج مصرف دکشیده. اون نفرا که مثال قطعاندیوالش ساتری میکنه، او طرف سعی میکنه، او کی کار کرده میتونه. او بیادر موش دلشان هم تو شرک داره، غلط داره، بیادر میگه کار نیست ولی نیست. چرا کی میگه کار نیست؟ یک کار است که در افغانستان والله ناق در ایران میرن دیگه میرن. این در وطن خودت کار کو بیادر، چرا کار نیست؟ این حال خو الحمدلله سعی که تو ماشاءالله این سرکار خو میبینی بیادر تک جور کرده که به خدای طرف ورسه که یک وقت ما در این منطقه می اومدیم، از این منطقه می اومدیم، همین سرکار بار کسی نمیاد، همین ریکشا که میرفتیم یک حال بود که به حد اندازه بزور تیر میشدیم. این حال که الحمدلله سعی که بیادر موجب سیر بم سوری بده، من نمیگم بیشی بیادر میبرم، چرا که سرک پخته است، چرا که بیادر تیل مصرف نمیشه. الحمدلله هم تو که میریم راست میریم، خدای شکر میبریم سوری را تا میکنیم. گپایت خوش اومد. بیا پایین. بیا. فعلا کمیج استاد هستی. ریکشا همینجا استاد کردی. اگه با بینندگان بگی اینجا کجا هست؟ اینجا که از این طرف همین چی میگه پروژه آزادی میگن، ماجم چی میگن، این چوک نور خو این طرف چوک نور است. الحمدلله این طرف هم که است طرف پروژه خالد یاد نامیده میشه، سرک پارک‌های صنعتی. آفرین اونم. یک موضوع را گفتی که کار است کارگر نیست. آفرین. با خدا مردمی تک ساده است. بیادر تو همت کو، بیادر کار کو. این یگان نفر مثال این مثال شه میگم، این مثال من ریکشاوان هستم نی، یک سوری رو برده تا میکنه، بیادر یک دیگه سوری رو تا میکنه، میبینه که 100 روپیه کار کنه، میگه ما 100 روپیه کار کنم بریم یک خانه بریم یک قرار یک دقیقه بیشتر با میبره. بیادر تو وقتی که پس خانه میری تو چه رقم کار میکنی مسلمان؟ تو بیادر اون موش گفته که صبحی نماز خونده که برآمدی شیشتی، بیادر اون موش نه خانه برو نه دیگه برو، تو زحمت بکش، تو همین شام سگ اگه تو 1000 کار نکردی بیا هر چی میگه بگو بیادر. بغیر از سرک پارک‌های صنعتی در مزار شریف که ریکشا داری میگردی چهار طرف، آبادی روان است؟ ماشاءالله تگ آبادی روان است که خوش آبال. اما خدا ما راست شویم بیادر از طرفی خو بیادر یک ذره گفته که یک ذره شکایت داره، ما مردم خو نمیمونه، مگم خوش آبال. همین شاروال هر کسی که از والا فی سبیل الله کار میکنه خوش آبالش. ما خو از شاروال خوش هستم بیادر، از دیگراش هم خوش نباشم، از شاروال خوش هستم بیادر، والا خوش آبال شاروال.
خواست چی است؟ میخوایم قسم برنامه انکشافی سرک سازی بیشتر شود؟ ماشاءالله چرا نه خوش نیستم بیادر بود ان شاء الله ماشاءالله شاروالی تک شاروال است خوش بالش ما خو بیادر چی بگویم بیادر خودش جور میکنه نفر روش جانش با خدا یک وقتی نمی سرکار خو میبینی بیادر این سه کمیول بکشار کنه اینجا کسی بارش نمی از اینجا تا اونجا حرکت میکنی و سال 40 دقیقه 30 دقیقه تا آخر میرسی حالا الحمدلله این 5 دقیقه میری بیادر لگات میکنی میرسی حالا که یک گوش تاو دادی یک دقیقه گوش رکشا رو تاو تو میرسی تا اونجا بله قبلا اگر در این سرک تیر میشد ممکن از اینکه وقت دان زیاد میگرفت ریکشایتان عوارض میکرد. اوه چرا نمیکرد عوارض میکرد دیگه اینا الحمدلله می هر پس کوچه میری الحمدلله سرک قیر کرده سرکای عمومی میره قیر کرده سرکایی که مثلا نه همین چیاش که نه خطک میشه شما چی میگین اونم رقمی شده واره بیچاره همین شاروال سعی کنی بیادر موش شب و روز میده و همین سرکار همین تو گلمالا کش کرده وری کش کرده والا خوش اولش به خدا پیامت بود جوانای که میگه کار نیست و بیکار است چی است پیامت چی میگی برشون؟ پیام ما اینمی از بیادر که همت داشته باشه اگه همت نداشته باشه هیچ کار نکنه بیادر که اگه همت که داره کار کرده میتونه اگه همت که نداره بیادر کار کرده نمیتونه مثال که در افغانستان خودش در وطن خودش که کار نمیکنه بیادر نی میره در کشور مردم میره بیادر باشه در اونجا گفته که بیادبی ما باشه می هر چی کار باشه میکنه بیادر در وطن خودش که بیادر باشه هیچ کس را کار نداره دیگه نداره وطن خودش از در وطن خودش ننگ میکنه کار نمیکنه مسلمان تو در وطن خودت کار که خداوند تعالی بر چه رقم میته همت کو مسلمان اینا دولت هم علامت میکنه دولت با خدا خودشون همت نداره غم در اونا با خدا خودشون همت نداره یک ذره زحمت بکشو مسلمان نگویی که مثال قاری است که بیادر تعریف مجاهدینا رو میگن نه صرف بر رضای الله میگم ما مسلمان با خدا بیادر دروغ نمیگم صرف بر رضای الله میگم که مثال کار کنه بیادر شکر بیادر با یکی از کسان دیگر هم صحبت خواهیم کرد ببینیم که با ما صحبت میکنه یا نه یکی از کسایی است که با بچگکش پیاده در این سرک روان بود ببینیم که خانه از اینا در کجا است و چقدر خوشحال است از اینکه سرک جور شده. سلام علیکم. و علیکم السلام سلام برسه کلی همشهریان عزیز بخیر باشید. خیلی نام شما؟ حاجی عمر. حاجی عمر. خانه شما کجاست؟ مربوطی اون بادام باغ میشه نای اول. بله. خودت هم یاد این استاد شو؟ اینم استاد شو؟ خب. چقدر وقت میشه اینجا میشینین شما؟ 1 سال میشه آمدیم دیگه. 1 سال. این سرک چقدر وقت میشه جور شده؟ این مربوطی اگان 5 ماه شده باشه شاید دیگه. 5 ماه یا 6 ماه شده. 6 ماه نخواد شده باشه. بله. نمی زودترین فیصد دیگه جور کرد دیگه. ایرا گفته بود که خیلی وقت دامدار میگیره بعد از دیگه تقاضای انجینر صاحبا بود یا خود امارات بود خیلی دیگه پیشتر پیشنهاد کرد که وقتتر گفت جور شد دیگه مردم دیگه از اون مشکلاتی که پای پیاده میرفت و میامد و خاکباد بود چنگباد بود از اون مشکلات حالی رفع شد. بله. رفت آمد دیگه حالی کلی مردم خوش شد دیگه گلدانا را بشانه و گلبته بشانه و برق بشانه و مردم خیلی خوش است دیگه کسی اگه پیسه داشته باشه در ریکشا سوار میشه اگه نداشته پای پیاده که بیا میشه که در موتر سوار شده دیگه میشه پایش لای بالا نمیکنه. بله. قبلا که این سرک جور نبود و حالا که جور شده چی احساس داری وقتی که میبینی؟ حالا خوب میشه دیگه از اینکه خدا کنه بهترتر جور شه دیگه سعی دیگه کلی مردم خوش است میره میای سعی که چی یک سرک شده و دیگه ماشاءالله دیگه خیلی سرکا مقبول جور شده و حالا از آن گلدان چیگاه در گلبوتا و تو برق شاندگی شد و بعد بیخی دیگه نمایش زیادتر میته و تا 1 بجه 2 بجه شب رفت آمد موتر است بسته کلگی از این قسمت فرجه خالد میره و میایه و زیادتر فامیلکی و هر از لحاظ امنیتی خب مشکل ندارین؟ نه کلگی امنیت مشکل دیگه بیخی دیگه تکمیل دیگه کسی دیگه چی نداره خدا کنه از کدام امنیت چیتر شد و حالی هم خوب است مشکل نداره هیچ کسی. شکر. در این قسمت از برنامه بیایید که با یکی از رانندگان تاکسی صحبت کنیم که برای اینا چقدر سهولت ایجاد شده در اینکه سرک‌های پارک‌های صنعتی قیرریزی شده و
آباد شده است. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت قربانت. خیر باشین. نام شما؟ رامین نبیزاده، باشنده شهر مزار شریف. خیلی خوب. چقدر سهولت برای شما ایجاد شده وقتی که سرک‌ها جور شده؟ خیلی بسیار زیاد. دیگه سرک چی شده؟ از این پیش مثال سرک خراب بود، سرک مثال رفتن نمیتونستیم، خراب بود، آب بود، باز سرک مثال آب دان میشد، موتور تیر شده نمیتونست، خیلی مردم دازا بود، خودم هم دازا بودم. بله. بله یا. قبلا اگر یک کس شما رو میگفت که ما مثلا میریم طرف پارکای صنعتی، مسیرتان اگر همین سرک می بود ممکن نمیرفتین، اگر میرفتین هم بسیار کرایش بلندتر بود. بله کوشش میکنیم این سرک نمیرفت، چی که دیگه سرک خراب بود، مثال از راه دیگه سرک کری میرفتیم. این سرک دیگه میرفتیم، مشکلات زیاد بود، سرک خراب بود، زمستان میشد، آب بود، دان بود، چقر و چقوری بود، سرک خیلی خراب بود، خیلی دازاب بودیم. بله. حالا که سرک جور شده است چی احساس داری؟ احساست چی است وقتی که در شهر میگردی در نقاط مختلف آبادی رو میبینی، بازسازی رو میبینی، چی احساس میکنی؟ حالا احساس خوشی میکنیم که وطن ما بیادر آباد شود، سرک‌های جور شود، کوچه‌ها بیادر خیلی شود. از امارت اسلامی خوش هستیم، بیادریم تو در مردم خدمت کنن، سرک‌ها را خیلی کنن، ما ازش راضی هستیم. از امنیت خود تشویش نداری، نگرانی نداری از امنیتی؟ نه از امنیت فضل خدا، شب تا صبح در روزای کوچه میوارد از موتور و یک جای دل بغم استاد کده میتم، دل ما جمع است. امارات اسلامی است، امنیت فوق العاده گرفتن. بله تشکر. قبلا مشکلات امنیتی کم کم وجود داشت؟ قبلا بله یا مشکلات امنیتی خیلی بود، ولی فضل خدا خوب است امنیتی. یعنی قبلا بعد از شام اگر یک کسی میگفت که بریم در بستی تا یک جای را میدانست که طرف نفر سیکده بود دیده میرفتیم، دو نفر سه نفر خیم بود میگفتیم برو ما بیکار نیستیم. حالا بدل جمع میتونی بری؟ ها فضل خدا دو بیش مثال یک مسافر سر هر طرف بگویم میریم خسته، راه دور نیست هر طرف بگویم خسته میریم. دلیلش هم امنیت. امنیت است. بله بله. تشکر. کسانی که در این محل زندگی میکنند از ساخت سرک خوشحالند. آنان میگویند که قبلا با مشکلات بسیار زیاد در اینجا مواجه بوده است، اینکه سرک در اینجا ساخته شده است مشکلاتشان رفع شده است. این بود برنامه امروزی ما از ساخت سرک در پارک های صنعتی شهر مزار شریف. تا برنامه های بعد، الله یار و مددگار همه شما.